آهنگ نوایی از آهنگ‌های محلی خراسانی هست که برخی ساخت اون رو به غلامعلی پورعطایی نسبت میدن، اما به نظر میرسه که این قدیمی‌تر باشه و قطعی است که مثل یک آهنگ فولکلور مردمی در بین مردم خراسان چه در جنوب و چه در شمال رواج داشته و داره و این رو به عنوان آهنگ خراسان میشناسن. از اجراهایی که از این آهنگ شده ابراهیم شریف زاده، حاج قربان سلیمانی و غلامعلی پورعطایی میتونیم بگیم شاخص‌ترین اجراها رو داشتن. شعر از طریق اصفهانی است که در هر اجرا از بندهای از اون استفاده شده یا در برخی از اجراها تغییراتی هم حتی داده شده یا چیزایی اضافه شده، از جمله همون ترجیبند نوایی یا جوانی بگذرد تو قدرش ندانی یا الهی برافتد نشان جدایی. خواننده های جدیدتر هم روی این مجموعه کار کردن. نمونه هایی دارن مثل بیژنی، دریا دادور که حالت اپرایی اون رو اجرا کرده، رضا رویگری، سیما بینا، شادمهر عقیلی، شکیلا، عارف، مهسا وحدت و دکتر محمد اصفهانی. غلامعلی پورعطایی در سال 1326 در محمودآباد تربت جام به دنیا آمد. او از بخشی های خراسان به شمار میره. بخشی ها نوازندگان و خوانندگانی هستند که در لغت به خاطر بخشش و لطفی که خدا به اونها کرده و این نعمت رو به اونها داده بهشون بخشی گفته میشه. اونها داستان‌ها، روایت‌ها، حتی مضامین دینی و مذهبی رو در قالب شعر و موسیقی ارائه میکنن و راوی و روایتگر یک فرهنگ قومی هستند. غلامعلی پورعطایی در آموزش و پرورش کار میکرد و در کنار کار اصلی به موسیقی میپرداخت. و از کودکی به موسیقی علاقه‌مند بود و نوازندگی دوتار و در سال 1344 بعد از اینکه تجربه‌هایی در شاهنامه خوانی در خراسان داشت به تهران دعوت شد تا در تالار رودکی به اجرا بپردازه. همچنین در مجامع هنری، سفارتخانه‌های اروپایی و رادیو تلویزیون ایران به فعالیت مشغول شد. همچنین در گروه‌های آیینی که تجربه‌هایی از تئاتر، رقص و حرکت‌های آیینی و سنتی بود و موسیقی سنتی با همکاری با محمد فاروق کیانی پور تونست این فرهنگ رو تا حدی در قسمت شهر یا جایی که با فرهنگ زیاد آشنا نبودن به اجرا در بیاره. همچنین به جز کنسرت‌های داخلی که در اکثر شهرهای ایران برگزار کرد به خارج از کشور هم دعوت می‌شد و در کشورهای خارجی هم به اجرا پرداخته. او در مورد دوتار نوازی جمله بسیار جالبی داره. میگه که همه به کسی که دوتار میزنه میگن دوتار زن یا فن دوتار زنی، نمیگن دوتار نوازی، چرا که انگار در بقیه سازها اون نواختن مهمه، در دوتار زدنه. این زدن از نوع خشونت نیست، یک نوع فریاده و این فریاد حاوی احساسات و اون جوشش درونه که به صورت فریاد جلوه میکنه. معمولا دوتار با دعوا آغاز میشه و با آشتی به پایان میرسه و اینکه
سیم اول و سیم دوم حاج قربان سلیمانی میگه که سیم اول نمادی از زن هست و سیم دوم که برمتره نمادی از مرد و اینها در کنار هم کامل میشن. عفونت ریه در سن 67 سالگی او را از پا در آورد و بدرود حیات گفت از جمله فعالیت‌های مهمش شرکت در 18 فیلم و سریال هست به کارگردانی واروژ کریم مسیحی و بهرام بیضایی و همچنین شرکت در نقش‌های مختلف شاهنامه خوانی که از آثار بسیار خوب او به شما میاد. آهنگ نوایی رو که البته اسمش برگرفته از یک مقام در خراسان هست به نام مقام نوایی، میتونیم در دستگاه نوا بدونیم، نوای ر که در بخش دوم که به سمت اوج میره از نهفت اتفاق میفته. همچنین از لحاظ دانگ بندی با گوشه داد ماهور هم هماهنگ هست. اگر ماهور دو در نظر بگیریم شاهد روی ر میفته در گوشه داد و در اینجا هم در این آهنگ شاهد ر هست. در گوشه خاوران که در ادامه گوشه داد در ماهور وجود داره حول محور لا و سی بمول حرکت میکنیم که در قسمت دوم این آهنگ نیز یه همچین سیستمی رو داریم. پرده همون فقط پایین سی بمول رو بزنیم sol fa mi mi re mi ro chap ros do re mi do mi re mi fa mi mi re mi do re mi do mi re bam la sol bam ro chap ros sol la si la sol fa. به عنوان پایه میتونیم هم از دو و هم از فای بالا با شست کمک بگیریم. بم فا لا سول فا می دو ره می دو می ره. بقیه جملات تکراری هستند. همچنین میتونیم از سیم بم برای ارائه جملات استفاده کنیم. یعنی بگیم ره می فا می می دو ره می دو می ره. این تکا رو در بم بزنیم، ریزان در سیم پایین. ره سول فا می می دو ره می دو می ره. بعد رو به صورت 90 اجراش میکنیم. بگذره تو قدرش ندانی همه با وفایم بگلی وفایی الهی بگذره نشانه جدایی هر جان دلم را که این مرغ وحشی مرجان دلم را که این مرغ وحشی زبانی که برخواست و مشکل نشیند زبانی که برخواست و مشکل نشیند نوایی 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 بگذره داری به شاهی مقابل
نشینم الهی به شاهی مقابل نشینم نگاهی 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 الهی برافته نشان جدایی قدر لبان‌های دل نشینم قدر لبان‌های دل نشینم به نزدیک لیلی به محمل نشینم به نزدیک لیلی به محمل نشینم نگاهی 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 گذره گذره شدانی به دنبال محمل چنان گاراجیم که از گریه عناق درد بشینم نگاهی 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 جوانی بگذره دو قدر شدانی الهی برافته اینقدر میتونیم تند کنیم و به 160 برسونیم. مثلا این قطعه 2 ضربی هست، 2 ضربی ساده.